خیلی زیاد بگم. خود چی خیلی؟ یک چیز بگم. خب ما پرزه برم ما بچه لچک خود دختر در راه برو ما پسرت پرزه میرم. آها کجا رایستی؟ ما پیکر. هر چشم است که چراغ 2010 حال چرا خود طرف مسئله میکنی؟ او سایکو حالا چشم دریاز دیگه خالص. چی یک پیران پلنگی پوشیدی نام خدا و خود دختر خانه رفتی خدا اسپند کنی نظر نشی. اسپند نداریم. بربو پیدا کن. پیدا نمیشه در استرالیا. نمره تلفن تا بتی ما برترایی کنم. من تلفن ندارم. خب چی ایمیل آدرس تا خب بتی؟ ایمیل آدرس هم ندارم. در فیسبوک هستی؟ نه. خیلی کجا پیدایت کنی؟ هیچ مرا پیدا کردن نمیتونی. خیلی دل ما را که میبری کتیتی چطور میشه؟ ها؟ دیگه هم روی گپ نزن. شق نکو دیگه. کو؟ اون که چقدر دختر هست سوسو برو. حال دخترها را چی کنم تو خب خودم زنم دارم دیگه. من از خود زن. چرا خم آدم هستی تو؟ اوی حال آدم که در خانه یک درخت داشت در بیرو جنگل نمیبینه؟ نه؟ چشمای تا پک کو. نه کو. حال ما خب با کدام چشم بد طرف تو سیل نکردی؟ با یک طرف ما سیل نکن. خانه تان آدرس بده که خواستگار روان کنم بوی من خانه ندارم. خانه نداری خیلی هم یال بریم خانه ما. نه. وی چی میکنی در روی سرک؟ سعیز؟ نه. خیلی چی میخوری که مقبول استی؟ ها؟ چی خوردی؟ چرا خنده میکنی پت؟ سر تو خنده ام گرفتم. خنده دوستی یا خنده دشمنی؟ دشمنی دیگه خنده نداره. داره. خب؟ حال مرد دوست نداری؟ نه. من خود را دوست دارم. با من چی؟ خب من که بگم 2 دفعه دوست دارم تو صحیح میشه دیگه. نه. خب برو دیگه اون مردکه که من آمدم حالا نه مادر جان. وی مادر جان سلام. خوب هستی بخیر؟ جان جور بخیر؟ دیگه اوش کنی دخترکتان است گفتم چه نام خدا دختر عاجز سنگین گفتم مادرت کجاست گفت حالا میایم گفتم خب قامت کتیش گپ میزنم. بگی برو دیگه. میرم مادر جان من کدام کار ندارم. خانه تان کجاست خاله؟ ما خانه نداریم. خانه ما در خانه پدر جانم است. خیز خداحافظ. با امان خدا. با جانت روانش کردم باز میفهمی گپا. پدر جانشه؟ که یک نان چند فطیره. نه ما پدر مادر خودم رای میکنم خانه تا. اون را رای نکنم تو رواج ما نداریم که دختر خیلی اول بیاید. صحیح شده؟ بله صحیح شد. رای تا بگی برو. خب وی باز گفتی برو. نه دیگه. مادر جان یک ذره مراد حال من چی شده اینه جوان هستم آدم کاریگر هستم قد بلند هستم حال خود دختر تو هم کدام چیز زیادگی خود نداره خانه دختر هست دیگه. تو اگه درباره دختر ما بفهمی قدر آسان نیست که هر کس بیا بگیری شو بره. وی ما دائم اینم تو بازی میخورم یک روز دیگه یک دختر اینم تو تیمکی موزایش تا اینجا بیادر در بالوی یک دیوال استاد بود من گفتم بیا کتی من دیوالی میکنی اینی رقمی استاد بود گفتن دیوالی میکنم خرچ ما داده میتونی من گفتم ما گفت خو خیسایز بیا که بریم ما خیالم که یک میکنم اونم تو کایلول بوده یک دختر راست پیدا کردیم اونم تو شق میکنی خاله جان مشکل است مشکل چیست؟ هیچ مشکل نیست شما ها بگوین ما بابی میشانم میارم دعا میکنیم خلاص ما هیچ نمیخوایم قطعا دختر ما باید امرای ما باشه پدرش اجازه ندادم خواست پدرش اجازه میگیریم او هیچ نمیمان بسیار بدقار است خیبر نته باز امروز خبان کتیم سینما خبره نه آزاد از دختر است دیگه اینجا افغانستان است کجا سینما است اینجا فامیل سختگیر هستین بله خب خیر یا غذا خوردن میریم سعیس میرست داره جان نه مستر هستم خودتان برین خیر است نه بیا نه بیا گشی من نداری من نانم میجا میتم تا بیا
بیننده های نهایت گرامی بود برنامه شبخند و ما منتظر انتقادات، پیشنهادات، یگان طنز و فکایی جالب شما هستیم. آدرس ما shabkhand@1tvmedia.com. با تشکر از محترمه فوزی آریان و ستاره آریان برنامه ما را رنگین ساختن. خدا کنه از ما آزرده نشده باشین. تشکر، سفرتان بخیر باشن. تا وقتی که در وطن هستین خوش باشین و تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه ما و شما.